به نام خدا سلام دارم خدمت شما. من مهدی خنیده هستم. خیلی خوشحالم فرصتی در اختیار من قرار داده شد تا در اولین جلسه از دوره جامع و کامل رایگان تندخوانی و مهارت‌های مطالعه همراه با شما دوستان عزیزم در سایت mehdikhande.com باشم. به لطف و هدایت الهی قرار کلی تمرین و تکنیک رو در این دوره یاد بگیریم و با استفاده از این موضوعات سیستم‌های مطالعاتی و بسیاری از جنبه‌های زندگی خودمون رو دچار تغییر و تحول بکنیم. زمانی هم که به انتهای دوره رسیدیم و من تمام موضوعات تندخوانی رو به صورت جامع و کامل و رایگانی در اختیارتون قرار دادم، خودتون متوجه میشید از این مباحث نه تنها در سیستم مطالعه و یادگیری بلکه در بسیاری از زمینه‌های زندگیتون میتونید استفاده بکنید و تغییرات مورد دلخواهتون رو ایجاد بکنید. فقط این داستانی که دارم بهتون میگم نیاز داره در مسیری که با هم داریم یکم تمایل و تعهد داشته باشید. تمرین‌ها و تکنیک‌هایی که بهتون میگم رو تا حد توانتون به صورت عملی به خدمت بگیرید و جلسات رو به صورت منظم و متوالی گوش بدید تا در انتهای دوره اون نتیجه‌ای که میخواید رو برای خودتون خلقش بکنید و از مسیری که داریم با هم دیگه شروع میکنیم بتونید لذت کافی رو ببرید و دستاوردهای خیلی متعالی رو هم برای خودتون و هم برای کسانی که میخوان در کنار شما این مهارت رو یاد بگیرن رقم بزنید. هر علم و دانش و مهارت جدیدی که امروز ما میبینیم بنیان گذاشته شده و کمک کرده زندگی بشر در یک مسیر خیلی راحتی قرار بگیره، از این نقطه شروع شده که یک اجتماعی به یه نیاز برخورده، اون نیاز باعث طرح پرسش‌هایی در ذهن افراد جستجوگر شده. اصولاً ما در جوامع و نظامات مختلفی همیشه افرادی داریم که به دنبال حل کردن نیازها و پاسخهایی هستند که توی وجودشون ایجاد شده. زمانی که افراد پیشرو به دنبال جواب دادن به سطح نیازهایی در یک جامعه هستند، قوانین و نظامات الهی اونها رو هدایت میکنه و در مسیری قرارشون میده که پاسخ خودشون رو دریافت بکنن و تمام پاسخهایی که مبتنی بر نیازهامون ما در زندگی دریافت میکنیم پایه شکل‌گیری علوم و مهارت‌های جدیدی هستند که هر کدوم به نوبه خودشون در زندگی بشر تغییر و تحولات و اثرات خیلی مثبتی رو ایجادش کردن. ما هم امروز میخوایم در رابطه با تاریخچه تندخوانی و مسیری که این مهارت کاربردی طی کرده و افرادی که در شکل‌گیری این مهارت نقش داشتن صحبت‌های مختصری رو به میون بیاریم و ببینیم چه تکاملی رو این مهارت طی کرده و تا به امروز چطوری در دسترس ما قرار گرفته و ما در این دوره میتونیم چه استفاده‌ای رو از این مهارت کاربردی برای خودمون داشته باشیم. داستان تندخوانی از این نقطه شروع شد که برای اولین بار در سال 1859 میلادی یه فیزیولوژیست و فیلسوف آلمانی به اسم آقای آلفرد ویلهلم ولکمن دستگاهی رو معرفی کرد تحت عنوان تاکیستوسکوپ. حالا دستگاه تاکیستوسکوپ چی بود و چه قابلیتی رو داشت؟ با استفاده از این دستگاه افراد میتونستند با سرعت‌های متفاوتی تصاویر رو بر روی یک صفحه به صورت فلش زدن مشاهده کنند و اونجا براشون قابل نمایش بود. به عنوان مثال تنظیم میکردند که دستگاه در یک ثانیه 3 تا 4 تا تصویر رو به نمایش بذاره و افراد قادر باشن که جزئیات اون تصاویر رو شناسایی بکنن. ابتدایی هم که این دستگاه معرفی شد بیشتر در سیستم‌های پزشکی مورد استفاده قرار می‌گرفت تا اینکه در جنگ جهانی دوم یه روانشناس آمریکایی به نام آقای ساموئل رنشاو اومد از این دستگاه در تمرینات خلبانی نیروی هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا استفاده کرد. علتی که آقای رنشاو اومد از این دستگاه در تمرینات خلبان‌ها استفاده کرد چی بود؟ اون زمان وقتی خلبان‌ها شروع می‌کردن به پرواز کردن نمیتونستن در فاصله های دور و طولانی هواپیماهای خودی رو از دشمن تشخیص بدن و همین ممکن بود دچار خطا و اشتباه بشن و به نیروهای خودی صدمه بزنن. به این دلیل آقای رنشاو و تکنیسیان های ارتش اومدن با استفاده از دستگاه تاکیستوسکوپ آزمایشات و تمرین هایی رو طراحی کردند و در اون تمرینات کمک کردند که سیستم های دیداری خلبان ها تقویت بشه. برای اینکه اون آزمایش شروع کنن اولین کاری که انجام دادن اومدن از هواپیماهای خودی و دشمن در ابعاد خیلی کوچیکی عکس گرفتن، چون دستگاه تاکیستوسکوپ
قابلیت کار کردن رو فقط با عکس‌ها داشت و با چیز دیگه نمیتونست کار بکنه. به همین دلیل اینها مجبور بودن که اون هواپیماهایی که در پرواز نمیدیدن رو ابتدا ازشون عکس بردارن و آروم آروم با کار کردن روی اون عکس‌ها کمک کنن که خلبانان جزئیات بیشتری رو از اون عکس‌ها ببینن. حالا اون آزمایشی که برای خلبان‌ها انجام شد و تمرینی که طراحی شد چی بود؟ می اومدن اون عکسای کوچیکی که گرفته بودن در دستگاه تاکیستوسکوپ به مدت زمان 1/5 ثانیه برای اون خلبان‌ها به نمایش میذاشتن و اونها باید جزئیات تصاویر رو شناسایی بکنن و حرکت تصاویر هم به شکلی بود که ابتدا اون تصویر کوچیک آروم آروم در دستگاه تاکیستوسکوپ نزدیک میشد و بزرگ میشد و همین بزرگ شدن کمک میکرد که خلبان‌ها جزئیات بیشتری رو ببینن و بعد از اینکه تصاویر در تاکیستوسکوپ بزرگ میشد دوباره اون تصاویر رو آروم آروم دورش میکردن و کوچیکش میکردن. این دور و نزدیک کردن تصاویر کمک میکرد در فاصله های مختلفی چشمای خلبان‌ها عادت کنه تا جزئیات رو خیلی دقیق ببینه و وقتی هم پرواز میکردن خیلی راحت میتونستن در فاصله های دور و نزدیک هواپیماها رو تشخیص بدن و ببینن که آیا نیروهای خودی هستن یا اینکه هواپیماهای دشمن هست. وقتی که این آزمایشات انجام شد متوجه شدن که خیلی راحت افراد میتونن تمام تصاویری که در 1/5 ثانیه براشون به نمایش گذاشته میشه رو شناسایی کنن و موفقیت در این زمینه باعث شد نیروی هوایی ارتش به این فکر بیفته که از تاکیستوسکوپ برای خوندن کلمات هم استفاده بکنه. اونجا ابتدا می اومدن تصاویر رو به نمایش میذاشتن و آروم آروم بزرگ و کوچیکش میکردن. اینجا به جای تصویر اومدن یک کلمه رو ابتدا به صورت بزرگی در 1/5 ثانیه برای افراد به نمایش گذاشتن و بعد آروم آروم اون کلمه رو کوچیک کردن. وقتی که کوچیک‌تر کردن کلمات برای افراد عادی شد اومدن به جای یک کلمه 4 تا کلمه رو در همون 1/5 ثانیه برای افراد مختلف به نمایش گذاشتن. خیلی جالبه که باز هم افراد موفق شدن در 1/5 ثانیه تمام کلمات رو ببینن و درکش بکنن. این موفقیتی بود که تمرین‌های تندخوانی رو استارت زد و باعث شد مؤسسات مختلفی مثل دانشکده هاروارد و خود ارتش آمریکا به فکر این بیفتن که دوره‌ها و واحدهای آموزشی رو در رابطه با سیستم مطالعه کردن طراحی بکنن و به افراد مختلف آموزش بدن. اون زمان استفاده از تاکیستوسکوپ برای مطالعه کردن و دیدن کلمات به عنوان آموزش نمایشی شناخته میشد و افراد با تمریناتی که انجام میدادن کمک میکردند که یکم طیف کلمات رو بیشتر ببینن. اون زمان باور بر این بود که به عنوان مثال ما میتونیم 100 تا کلمه رو بخونیم. بعد اینها متوجه شده بودن ما قادریم در 1 ثانیه تعداد بیشتری از کلمات رو ببینیم، چون افراد موفق شده بودن که در 1/5 ثانیه 4 تا کلمه رو ببینن. اینها به خودشون گفتن حتما اگر ما تمرینات بیشتری رو انجام بدیم میتونیم کلمات بیشتری رو ببینیم و از این طریق سرعت مطالعه خودمون رو افزایش بدیم. زمانی که دانشکده هاروارد و نیروی هوایی ارتش تحقیقات خودشون رو ادامه دادن و دوره‌هایی رو برگزار کردن باعث شد افراد دیگه در فرهنگ‌های متفاوتی به دنبال مباحث مطالعاتی برن و تحقیق کنن چطور میتونن سرعت مطالعه خودشون رو افزایش بدن. یکی از افرادی که در این زمینه تحقیقات بسیار زیادی رو انجام داد یه چشم‌پزشک فرانسوی به اسم آقای لوئیس امیل جوال بود. ایشون اومد بر اساس مکانیزم هایی که چشم ما داشت یه تمریناتی رو طراحی کرد و خیلی از تمریناتی که من در آینده بهتون یاد میدم از همین بحث های چشم پزشکی اومده و کمک میکنه چشمای شما قابلیت دیدن کلمات رو در مدت زمان کوتاه‌تری داشته باشن و از سرعت بسیار بالایی بهره مند باشن. فقط نکته‌ای که در این داستان وجود داشت بعد از یک مدتی این روش دیگه چندان مورد استقبال قرار نگرفت، به این دلیل که تاکیستوسکوپ دستگاهی بود که قابلیت جابجا کردن رو نداشت، یکم بزرگ بود و افراد در تمرین کردن دچار محدودیت می‌شدن. به عنوان مثال اگر فردی میخواست از اون دستگاه استفاده کنه دیگران نمیتونستن تا زمانی که اون فرد داره تمرینات خودش رو انجام میده با اون دستگاه تمرین بکنن و همین یه سری محدودیت ها رو ایجاد میکرد و زمان افراد رو نمیتونست که بهینه بکنه. وقتی که ما از کاربردی بودن یک مهارت صحبت میکنیم منظورمون اینه که اون مهارت بتونه با سرعت بالایی تاثیرات مطلوبی رو به جا بذاره. اگر مهارت‌های کاربردی نباشن و سرعت چندانی نداشته باشن بعد از یک مدتی فراموش میشن، چون انسان‌ها
به دنبال روش‌هایی هستند که به جنبه‌های مختلف زندگیشون سرعت ببخشه. به همین دلیل افراد مختلفی شروع کردن در رابطه با مهارت‌های مطالعه تحقیقات دیگه‌ای رو انجام بدن تا تمرین‌های بسیار متفاوتی رو ایجاد بکنن و همه بتونن به راحت‌ترین شکل مهارت‌های مطالعه و سرعت خودشون رو افزایش بدن. یکی از افرادی که در این زمینه بسیار موفق عمل کرد، یک معلم و محقق آمریکایی به اسم خانم اولن وود بود. خانم اولن وود در دهه 1950 و بین سالهای 1958 و 1959 میلادی تحقیقات بسیار زیادی رو در زمینه مطالعه و سرعت افراد انجام داد و همیشه به دنبال این بود که چی میشه یه تعداد از افراد سرعت بالایی رو در مطالعه دارن و میتونن مطالب رو بهتر به ذهنشون بسپارن و تاثیرات خیلی بهتری رو توی مطالعه دارن، ولی یه تعداد از افراد سرعت خیلی پایینتری دارن و نمیتونن در سیستم مطالعه خودشون چندان مؤثر و موفق عمل بکنن. همین تجربیاتی که خانم اولن وود به دنبالش بود و جستجویی که انجام میداد باعث شد به نتایج خیلی خوبی در سیستم مطالعه دست پیدا بکنه. اولین نتیجه‌ای که ایشون بهش رسید و امروز ما به عنوان تمرین پایه تندخوانی از اون استفاده میکنیم، خطبری در مطالعه کردن بود. ایشون متوجه شد هنگامی که ما مطالعه میکنیم اگر دست خودمون رو یا یک خطبر دیگر رو زیر خطوط قرار بدیم و با چشممون اون رو دنبال بکنیم، هم میتونیم سرعت بالاتری داشته باشیم و هم چشمای ما تمرکز بیشتری رو دارن و از این طریق ما میتونیم توی سیستم مطالعه خودمون خیلی راحت‌تر مطالب رو درکشون بکنیم و بهره برداری بیشتری رو در مدت زمان کوتاه‌تری داشته باشیم. داستانی هم که ایشون متوجه شد استفاده از انگشت دست یا خطبر کمک میکنه سرعت چشما و مطالعه ما افزایش پیدا بکنه، در یک تعطیلات تابستانی که ایشون کنار یک رو در حال مطالعه کردن کتابی بودن، یهو از این که نمیتونه سرعت خودش رو چندان تغییر بده عصبانی شد و کتابی که دستش بود رو پرت کرد توی همون رودی که کنارش نشسته بود. بعد از یک مدتی خیلی سریع ایشون پشیمون شد و رفت اون کتاب رو از آب برداشت. شب وقتی داشت اون کتاب رو میخوند، یکم آشغال هایی که توی اون رود بودن صفحات کتاب رو گرفته بودن و ایشون آروم آروم با دستش آشغال ها رو کنار میزد و متوجه شد که یکم سرعتش تغییر کرده و میتونه کلمات بیشتری رو بخونه. وقتی دقت کرد دید هنگامی که داره با انگشتشون آشغالا رو کنار میزنه تمرکزش بر روی کلمات بیشتر هست و دیگه چشماش اینور اونور نمیرن. این داستان جرقه‌ای در ذهن خانم وود ایجاد کرد که اگر ما از دستمون یا انگشتامون استفاده بکنیم خیلی راحت میتونیم از دقت و سرعت و تمرکز بالایی در سیستم مطالعه خودمون استفاده بکنیم. این اولین نتیجه‌ای بود که خانم وود بر اساس خطبری کردن در سیستم تندخوانی بهش دست پیدا کرد و در ادامه من خطبری‌های مختلف رو خدمت شما خواهم گفت و با هم تمرینات بسیار زیادی رو داریم. دومین نتیجه‌ای که خانم وود بهش رسید این بود که ما قادر هستیم به روش عمودی هم مطالعه بکنیم. تا اون زمان باور عموم بیشتر بر این بود که اگر ما میخوایم مطالعه بکنیم باید انگشتمون یا دستمون رو زیر خطها قرار بدیم و به صورت افقی حرکت بکنیم. حالا یه تعداد از افراد چندان دستشون رو زیر خطها نمیذاشتن به این دلیل که ما در دوران کودکی وقتی میخواستیم مطالعه بکنیم انگشت خودمون رو زیر کلمات قرار میدیم، ولی والدین ما رو منع میکردن از این کار و فکر میکردن قرار دادن انگشتان زیر خطها باعث میشه که سرعت مطالعه ما کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل ما عادت کردیم که همیشه با دست گذاشتن یا حالا بدون دست گذاشتن به صورت افقی فقط مطالعه بکنیم و فکر نمی کنیم که میشه به صورت عمودی از بالا به پایین کتاب ها رو مطالعه کرد و خوند. حالا در ادامه یه سری از تکنیک ها و روش ها رو خدمت شما میگم، خیلی راحت متوجه میشید که به صورت عمودی میتونید کلمات رو ببینید و سرعت مطالعه خودتون رو از این طریق افزایشش بدید. روش هایی که خانم وود بر اساس تحقیقاتش بهش دست پیدا کرده بود، ابتدا اومد نامش رو گذاشت وود متد و بعد از یک مدتی اومد این تحقیقاتی که انجام داده بود و روش هایی که پیدا کرده بود رو در دانشگاه‌های مختلفی شروع کرد به آموزش دادن و متوجه شد که بسیاری از سیستم‌ها با انجام این تمرینات میتونن سرعت مطالعه خودشون رو افزایش بدن. ایشون اومد مؤسسه‌ای رو تحت عنوان مؤسسه تندخوانی اولن وود در شهر واشنگتن دی سی تأسیس کرد و روش خودش رو به اسم ریدینگ داینامیکس یا خواندن پویا تغییر داد.
تا اون زمان افراد شناخت چندانی نسبت به مباحث تندخوانی نداشتند، هرچند تمرین‌هایی رو بر اساس تاکیستوسکوپ انجام میدادند، ولی کسی بحث تندخوانی رو هنوز مطرح نکرده بود. اگر امروز ما معتقد هستیم که خانم ایون وود بنیانگذار تندخوانی هست، روش‌هایی که ایشون طراحی کرده بود رو تحت عنوان خواندن پویا یا تندخوانی مطرح کرد. البته ایشون روشی که بنیان گذاشت همون ریدینگ داینامیکس یا خواندن پویا بود که ما امروزه اون رو به عنوان اسپید ریدینگ یا تندخوانی میشناسیم. البته من یک نکته رو در همینجا خدمت شما بگم. ممکنه که تاریخچه تندخوانی یکم عقب‌تر باشه و توی گذشته هم افرادی بودند که میتونستن از مباحث تندخوانی استفاده بکنن، چون من یه سری از موضوعات رو مطالعه کردم و دیدم توی تجربیات گذشته افراد مختلفی بودند که سرعت‌های خیلی بالایی داشتن، ولی اون زمانها مبحثی به اسم تندخوانی نبود و مطرح نمی‌شد. ولی حالا چون خانم ایون وود اولین کسی بود که این روش‌ها رو مطرح کرد، بنیانگذاری تندخوانی به اسم ایشون تموم شده و الانم افراد بسیار زیادی بعد از ایشون روش‌هاشون رو ادامه دادن و کلی تمرین و تکنیک رو در این زمینه طراحی کردن. به لطف و یاری خداوند قراره در این دوره تمام تکنیک هایی که جدید هست و بسیار کاربردی هست رو من خدمت شما به صورت جامع و کاملی بگم تا شما هم مهارت تندخوانی رو یاد بگیرید. اگر علاقه‌مند هستید که بیشتر به روش‌های تندخوانی خانم ایون وود آشنا بشید، در این زمینه یک کتابی ترجمه شده که راحت میتونید این کتاب رو تهیه بکنید و ببینید روش‌هایی که ایشون استفاده می‌کردن به چه شکلیه. من کتاب رو ترجمه فارسی و زبان اصلی رو تصویرش رو براتون قرار دادم. خودتون میتونید در اینترنت سرچ بکنید و ببینید کتابی که خانم ایون وود نوشته چه مباحثی رو بیان کرده و چه روش‌هایی رو در اون کتاب مطرح کرده. البته نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که این کتاب رو خودشون ننوشتن. یکی از مربیان مؤسسه ایشون به اسم آقای استانلی فرانک این کتاب رو شروع کرده به نوشتن و تمام روش‌هایی که خانم وود استفاده می‌کرده رو در این کتاب مطرح کرده. هرچند بحث‌هایی که من در جلسات آینده میگم خیلی خیلی کاملتر از این کتاب هست و میتونید از اون بحث‌ها به نحوه خیلی موثرتری استفاده بکنید، ولی حالا ممکنه یه تعداد از دوستان به دنبال مرجع باشن و دوست داشته باشن که کتاب‌های مرجع تندخوانی رو مطالعه بکنن. این کتاب رو من در سطح اینترنت جستجو کردم، الان چاپ نمیشه. اگر میخواید نسخه ترجمه شده فارسیش رو تهیه بکنید حتما برید کتابخونه‌ها آمار بگیرید. توی کتابخونه‌ها من دیدم موجود هست و برای اینکه خیلی راحت‌تر کتاب‌های خودتون رو پیدا بکنید سعی کنید سامانه اینترنتی جستجوی کتاب رو بازش بکنید توی گوگل و خیلی راحت کتاب خودتون رو سرچ بکنید، بزنید در چه شهری هستید. تمام کتابخونه‌هایی که در شهر شما این کتاب رو دارن خیلی راحت براتون به نمایش میذارن. میتونید ببینید چند تا نسخه دارن، آیا اون نسخه رو به شما میدن یا نه و برید اون رو تهیه بکنید. نیاز نیست که حالا دنبال کتابخونه‌های مختلف بگردید و بپرسید که آیا دارن یا نه. خیلی راحت با جستجوی اینترنتی میتونید دست پیدا بکنید یا کتاب رو تهیه بکنید. ممکنه که حالا یه جاهایی هنوز این کتاب رو بفروشن و اگرم دوستانی علاقه‌مند هستن که نسخه اصلیش رو مطالعه بکنن، من در اینترنت تحقیق کردم و دیدم نسخه PDF زبان اصلیش به صورت رایگانی در سایت‌های مختلف بارگذاری شده. میتونید خیلی راحت اون رو دانلودش بکنید و به زبان اصلی مطالعه بکنید. البته اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید، اگرم نیستید همون نسخه فارسیش میتونید تهیه بکنید و خیلی راحت مباحث رو ببینید که به چه شکلیه. خدا رو شکر میکنم که در این جلسه ما رو همراهی کرد و تونستیم مباحث خیلی کاربردی رو یاد بگیریم. اگر تجربه‌ای در رابطه با موضوعات این جلسه دارید حتما در قسمت دیدگاه‌ها در سایت مهدیخنده.com برای من ارسالش بکنید و اگر هم موضوع جدیدی رو در رابطه با تندخوانی بررسی کردید و دیدید تاریخچه دیگه‌ای داره، موضوع دیگه‌ای باید بیان می‌شده که من در جلسه بیان نکردم، اون رو در قسمت کامنت‌های این جلسه توی سایت مهدیخنده.com برای من و دوستانتون ارسال بکنید. من خوشحال میشم که نظرات شما رو بخونم. منتظر جلسات فوق‌العاده دوره تندخوانی در آینده باشید. میبینمتون. موفق و مؤید در پناه الهی سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون باشه.